برادران عزیز و گرامی، پیش از آنه که این حدیث من برای شما معنا کنم، یک چند روز پیش وقتی با همین تلفن اگر درست استفاده بری خیلی خوبه. اصلا اینترنت وقتی یک موضوع را من تیار میکردم، میکفتم، سوال میکنم، علم های دنیا را از اونجا میگرفتیم جوابوشا. در چشم یک حدیثی آمد از نام محمد ابن حسن و از جناب اسحاق و از فضیل آورده است. گفته است پیامبر ما که اذا عظمت امتی دنیا نزعت منها هیبت الاسلام و اذا ترکت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر حرمت برکت الوحی و اذا تصابت امتی سقطت من عین الله. برادرای عزیز، اکو خیلی لازم شاید من برای خودم درازم که صحبت کنم، برای خودم غنیمت میشمارم. من در ذهنم همه که شاید نباشم پگاه، شاید هر چیزی را که حاضر میگم در همین ذهن شما که ثبت شود، این معنای او را دارد که ولی در حدیث هم میآید. من در اولینه هر چیزی را که شما ایمن استفاده کردین، این راحت قبر ما. اگرچه شما وای پایبند میشین پیش خدا ثواب میگیرین، اجر میگیرین، لیکن من در خانه قبرم راحت دارم. از هر عالمی که مردم استفاده کرد یا عالمی که علمش مردم داد، این یگان برکت نمیمونه. یعنی اولین درجه برای خودتان اگر دنیا را بشمارین، دین تانه، اسلام تانه، پیامبر ما گفت که از قرآن، از برکت قرآن در بین شما هیچ نمیمونه. ببین، عظمت امتی دنیا نزعت منها هیبت الاسلام. شما دنیا را وقتی که برای خودتان بسیار عزیزترین عزیزها برای شما وقتی دنیا شید، هیبت دین دیگه باقی نمیمونه. شیرینی دین دیگه باقی نمیمونه. در دلهاتون دیگه گرمی دین نمیمونه. اینا برادرای عزیز، ما باید هیچ وقت دنیای ما باید دویم درجه باشد. اولین درجه ما برادرای عزیز این دین ما های، این خداشناسی ما های، این بندگی ما های. این معنی را ندارد شما دنیاتون را ترک کنی، تماما مقصد دیگه با دنیا را طلاق کنی، نه. ولی در همین دنیا هم ایستاده هیچگاه از دینتون جدا نباشید. یعنی دنیا سبب این نشود که تو فقط دنبالش باشی و بسیاری از امرهای الهی را همیتا ترک کرده و پایمال کرده رفتن بگیری. اگر ماها همچنان شدیم، دیگر هیبت دین برادرای عزیز در قلبای ما شما دیگر باقی نمیمونه، باقی نمیمونه. ولی بینین همین دنیا را اولین درجه شماریدیم که برای دنیامون نمازامون هم که ترک شود راضیه. دنیا را اولین درجه شماریدیم که یکدیگرمون فریب میکنیم، یکدیگرمون خیانت میکنیم. دنیامون اولین درجه شماریدیم که دست به زنا میزنیم، دست به تهمت میزنیم، دست به دزدی میزنیم،
غیبت یکدیگر میکنیم. همه اینا برای چی هستند؟ برای آن که ما دنیامون عزیزتر برای ما دنیا شدگیه. دنیایی که برادر است میدونید که پیامبر گرامی در نسبت همین دنیا چی گفته است؟ گفته است لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها کافرا ما. اگر همین دنیایی که ما در همین دنیا ببینین با تمامی اون چیزی که قهر غضب خدا هست وقتی دست میزنیم میگه همین دنیایی که شما را به همتری بدبختی ها آلوده کردگی های برای خاطر همین دنیا در نزد خداوند میگه به مثالی وزن پری پشه قدر نداره. پری پشه جناح بعوضتی، جناحش پر، بعوضش هم پشه. پری پشه چند وزن داره؟ به همین مقدار میگه نزد الله مهربان این دنیا میگه هیچ اعتباری نداره. لیکن به همین پری پشه که وزن نداره که یک خدامون ایستاده بینیم چیکار کیسی ما تو آیا این دنیا را برای این نداده که ما چیکار خواهیم رنگیم و گاوی را که بگیم ای سرش بندش هم میگیرن سرش میتن کجای میروه؟ تو او خیل نیستی. الله از آفرینشی تو بسیار طلبات های زیاد دارد. او گاو روز قیامت قصاص یکدیگر را گرفتن خاک میشوند میروند تمام. یکی دوزخ جنت برای ما تای. برادرانی عزیز و گرامی کم کمک خوامانه برد در دنیا مقصد چه گوییم فکر نکنیم که به همین تمام میشود. نه، گاه یک سوال بده که مقصد تو از کجا آمدی، چی ها کردی سای و کجا میرای. هر یک دیدگی های در دنیا میبینی برای تو باید درس باشد. دنیا را دیدی که نزد الله با وزن پری پشه قدر نداره. آیا ارزنده که ما برای مثال همین امارت همین دنیا منشیده آخرت ما چپه و علنگار کنیم؟ ارزش نداره. تو را دنیا همه گوید شب و روز. شیخ سعدی را خدا رحمت کنه بدانی میگه همین دنیا زبان داره، همین که گوشو نمیشنون صدایی را. تو را دنیا همه گوید شب و روز که هان از صحبتم پرهیز مده خود را فریب از رنگ بویم که هست این خنده من گریه آمیز. تاکیدت میکنم که مرا برای خود دوست نگیر، مرا رفیق نگیر، مرا همنشین نگیر، زیرا من یک دوستی هستم که فقط میخندانمت. لیکن وقتی از دنیا پدرود گفتنده از مواری دوست پشیمان میشه، گریه کرده میره، پشیمان میشه که این خیلی من دوستی بدبختی داشتم. برادرانی عزیز و گرامی همین دنیا را الله در سوره عنکبوت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و این دار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. خدا میگه میدونین همین دنیایی که در همین دنیا چقدر شما یک بار کردارهاتون همه کارهاتون برای همین دنیا هست، همه این قهرگی هامون، همه بدبینی هامون، همه حسد هامون، همه بخیلی هامون، همه برای همین دنیا هست. همه همین جنگ هایی که در روی عالم هست همه برای دنیا هست. میگه همین دنیایی که شما برای این قدر تلاش دارین خدا میگه عبارت از دو چیزه، لهو و لعب. لهو و لعب، لهوش بیهوده، یک چیز بیهوده
و لعیب. لعیبش لعبه. عرب ها لعبه بازیچه را میگن. میگه بیهوده بازیچه. خدایی که می دنیا را آفرید همو گفته سای. همو گفته سای می دنیا چیه. و الله میگه و این دار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. هر آینه حیات ابدی، حیات جاودانی، حیات زیبا میگه در آخرت است اگر شما میدانسته باشید.